بعد کلی پارتی بازی بالاخره تونستی شیفت شب پاساژ نصر رو بگیری. یه پاساژ بزرگ میونه حاشیه جاده تهران کرجی که تک و توک پیش میاد یه نفر اونجا سر بزنه. حالت خیلی ساده است. میدونم چک کن، گشتاتو صرف کن و تا نیمه شب تمام در رو قفل کن و هرگز قوانین رو فراموش نکن. قانون یک، اگه بعد ساعت 1:30 بچه‌ای رو دیدی که تنها کنار فواره ایستاده به اون نزدیک نشو. هیچ بچه‌ای نباید اونجا باشه. اگه برات دست تکون داد برگرد و به راه ادامه بده و به سمت پله‌های شرقی فرار نکن. قانون دو، اگه صدای آهنگ ریاست مغازه اسباب بازی شنیدی اون صدا بلندتر شد شروع کن به نجوا کردن مدام اسم خودت. این یه بازی نیست، یه توم است. قانون سه، اگه آسانسور دقیقا ساعت 2:46 خود به خود باز شد داخلش رو نگاه نکن. فقط به دیوار روبرو خیره شو تا در آسانسور بسته شه. مهم نیست چه انعکاسی رو روی کف صیقلی میبینی. قانون چهار، ساعت 3:03 ممکنه تماس هستی و مدیریت پاساژ دریافت کنی. شمارش عادی به نظر میرسه. پاسخ بده و بگو او دیگر اینجا نیست. سپس تماس رو قطع کن. اگه دوباره تماس گرفت پاسخ نده. موفق